سلام، امروز با هم یکی دیگه از محصولات بستستا رو بررسی میکنیم. هندزفری آنر مدل چویز X3. با من تا پایان این ویدیو بررسی همراه باش. این هندزفری بلوتوثی که در نگاه اول ما رو به یاد ایرپادهای پرو اپل میندازه، از یک بدنه براقی برخوردار هست و در مقابل خط و خش و اینا به شدت حساس هست. پیشنهاد میکنم یک کاور جداگانه هم واسهش تهیه کنید. ایرپادهای لوبیایی شکل اون که با یکم ساقه داخل گوشتون قرار میگیره، به راحتی میتونید در فعالیت‌های سنگین ورزشی هم ازش استفاده کنید و به هیچ عنوان از گوشتون بیرون نمیاد. از نقاط مثبت این هندزفری که بیشتر در هندزفری‌های گرون قیمت می‌بینیم، گزینه اکتیو نویز کنسلینگ هست و این هندزفری میتونه تا صداهایی کمتر از 40 دسیبل رو در فناوری اکتیو نویز کنسلینگ حذف بکنه و این یه نکته مثبت در این رنج قیمته. باتری این هندزفری هم یک باتری بسیار قوی هست و میتونه تا حدود 36 ساعت به شما خروجی صدا داشته باشه. درایورهای 12 میلیمتری در